صدای آشنای سرنای نوروزی، ولی با نوازندگان و رقصندگان غیر ایرانی. اما حتی همین هم کافیه تا احساس ایرانیان لس آنجلس رو کمی به حال و هوای نوروز نزدیکتر کنه. ما خب خیلی خوشحال میشیم وقتی میبینیم اینا رو. برای ما یک یادآوریه از اون چیزایی که قبلا داشتیم. خب هر لحظه‌ش هم که ببینیم یاد اون موقع میافتیم. با اینکه به لطف این گونه برنامه‌ها ایرانیانی که سالها از ایران دور هستند با گذشته تجدید خاطره میکنن، اما هدف بنیاد غیر انتفاعی فرهنگ که برگزار کننده این برنامه است فقط زنده کردن خاطرات گذشته نیست. بنیاد فرهنگ دومین سال هستش که با موزه هنری لس آنجلس یا لکما همکاری داشته و اونا به عنوان میزبان این برنامه یار و همراه ما بودن و تونستیم که این جشن نوروزی رو به طور رایگان برای تمام دوستان شهر لس آنجلس عرضه بکنیم که بتونیم به نسل آینده که هیچ وقت ممکنه در داخل کشور این فرصت نداشته باشه که عید نوروز رو جشن بگیره، این فرصت بدیم که اون احساسی که ما داشتیم کسانی که اونجا بودن بتونن اونها هم در خارج از کشور داشته باشن و همینطور به نسل‌های بعد عرضه بکنن. انگلیسی صحبت میکنی یا فارسی؟ دوتاشو؟ بله. عیدی هم میگیرین از بابا مامان؟ بله. پس از نمایش بعضی از آداب و رسوم نوروز، این جشن نوروزی در لس آنجلس با نوازندگی و اجرای زنده موسیقی توسط حامد نیکپی به پایان رسید. الان 5 سال شد که من از ایران دورم و حس خوبی داره که بتونیم با یه فرهنگ نزدیکتری به اون فرهنگی که باش عادت داشتیم بیشتر توی اون محیط حضور داشته باشیم و اون فرهنگ رو فراموش نکنیم. جشن نوروزی بنیاد فرهنگ اولین مراسم نوروزی در لس آنجلس بود. طی 2 هفته آینده مراسم دیگه‌ای در لس آنجلس و شهرهای اطراف برنامه‌ریزی شده. بزرگترین اونها دید و بازدید ایرانیان در خیابان وست‌وود لس آنجلس هست که 28 مارس برگزار میشه.